تاجیکستان کشوری سرسبز و خرم، سرزمینی بهشت‌آسا و مکانی مردمانی بنیادکار و سازنده است. باغداری و باغپروری، مهنت کردن در زمین، میراث اجدادی بوده. محض خرم و زیبا نگاه داشتن این کشور از مردم زحمتکشی آن خیلی وابستگی دارد. در هر گوشه و کنار این ملک کهن بنیاد، دیه و روستاهای کهن، آثار گذشته، میراث بزرگ بابایان، باغ‌های اجدادی خیلی زیاد است که امروز برای نبیرگان و ابیرگان خود میراث ماندند و این شغل دوست داشته خود را توسط این باغ‌ها در دل عزیزانشان جا نمودند. آبادکاری و بنیادکاری پیشه اجدادی این مردم کوهستان است. هنگام سفر به ناحیه خاولین راه به سوی جماعت دهاتی شبنو پیش گرفتیم که مسیر راه ما را به دهه سنگدر آورد. راه از بین دهه ها می گذرد. در کنار راه باغ‌های سبز و خرم زینت این مکان را دیگر می سازند. قدقدی راه بچه هایی که گاو و مالشان را در صحرا می چرانیدند، نصف روزی پاده را به لب آب سنگابی دریای یاخسو فراورده خود سرگرم آبازی بودند. آب تازه چشمسار کوهستان در روی سنگ‌های مثل شیشه می درخشید. خیلی گرم و پاکیزه بود. چه دنیای زیباست طفلی و دامن کوهستان و عالم بیغمی کودکی. یکی چند میخونی؟ 6. خونتون در کجا؟ کدام قشلاق ده؟ کلالو. کلالا؟ در اینجا کجا اومدین و بازی میکنین؟ اینجا قشلاق خریم. قشلاق خطانه؟ بابا. گوسفندوانی اومدین؟ بابا. گوسفندا را بانی میکنین، گرم کشیدن و بازی میکنین نه؟ بابا. اگر اینجا آبازی کرده سباشی یگان مال و یگان طرف برای بعد در خونه جنگ نمیکنن؟ میکنن نگاه میکنن. دو طرفی راه را از دو جانب درختان سیب و زردآلو، آلوچه و ناک و دیگر میوه‌های کوهی زینت می‌دادند. ما به یک باغ سری راه ده سنگدره در آمدیم که باغبان مردی حلیم و خاکسار و آموزگار و شخص روزگار دیده بود. با مهربانی خاصی تاجیکانش ما را با شیپنگ موسمیش که هر سال از بهار سر کرده تا باریدن برف اول در همین جا با اهل عائله خود زندگی می‌کند دعوت نمود. خیلی که در بالا قید کردیم تماشابینان عزیز، هنگامی گذر کردن با جماعت دهاتی شبنو در راه یک باغ زیبای اینتنسیوی و بینهایت سرحاصل دقت ما را جلب کرد و حتما خواستم که به این شیپنگ بیایم. البته و در زیر این شیپنگ صاحب باغ مرد بسیار هم مهربان بابای نصرت الله را دریافت کردیم و آن کس ما را سر یک پیاله چای دعوت کردند و خواستیم که همین درباره باغ پروردهشون که این واسه خیلی حاصل خوب دارد و عین حال هم به جمع‌آوری خوراکی‌جات و هم به خشکانیدن میوه‌های خشک برای زمستان تیاری می‌دیدند. بهترش بیاد با بابا هم صحبت می‌شویم. السلام علیکم بابا جان. علیکم السلام، سلامت باشین. خوش اومدین. اومدین. شما رو تشویش دادیم. خوش اومدین. این تشویش نیست، این سیر طبیعت است. چند سال می‌شود که باغبانی رو پیشه خود کردین؟ 10 سال. 10 سال شد. اول چی کار می‌کردین؟ اول کورکی شوهای معماری معلم در مکتب خمیه معلم بودم. جانشین دیرکتور 10 سال دیرکتور مکتب بودم. بعد از دیرکتور مکتب و کارخانه بود کار در اومدم. 10 سال در اونجا کار کردم. از 2013 اینجوری این سال 23 سال میشود در این میدان پیشه باغبانی کار کرده شدیم. در این پیشه بسیار و موفقیت است و برکت است. هم از زندگی و هم معیشی در زمین است. زمین هم میخرونه هم میپوشونه هم سیرگشت میکنی هم سلامتی خوب میشه. بله. بخشش
از کدام فن درس میگفتید؟ صنف‌های ابتدایی در درس صنف‌های ابتدایی. تربیه نسل نوراست نسل نوراست با تربیه درخت هم وابستگی دارد. هم کودک هم تربیه میکنید، نسل نوراست، این درخت هم نسل نوراست، هم هر دوش موافقت میکند. هم از شوهای بیولوژی در مکتب کار کردی، ادبیات، بیولوژی و شیمی هم که خبردار باشی. شوهای باغپروری جون میگیره. نه خیلی سیر گشت کردیم، درخت‌های سیر میوه دیدیم. کودک هم با مانند یکی میوه میگیره، آدم تربیه می‌بود و همه شوها جوان بود، تربیه من کار می‌کرد. برای یک شخص مکمل شدن یک نفر استاد چقدر مهنت زیاد صرف می‌کنه. بله، برای چی کسب رو تغییر داده؟ بعد گیولو کار کردیم، با کار ترکیب چی کردیم، رفتیم با دانشگاه ملی در خوندیم. خیلی چند سال 10 سال در کارخانه کار کردیم، بعد با بر اومدیم اونجا. بعد از پیشای باغبانی را با انتخاب کردیم اومدیم. 10 سال میشود، خدا نصیب کرده باشد یگان کمبودی نیست، همه خند خوراک زندگی همه. خیلی فرزندان کلان شدن، بعد کلان کردیم. وجود در وظیفه کار کرده شدن. چی بیشتر حسی شما رو وادار ساخت که باغبان شوید؟ اساسش هم پیشنهاد جناب عالی که در دور 6 یک برآمدش این پیشنهاد کرد رفیق خو 1 میلیون آدم ما اگر 1 هکتار زمینی را اگر باغ کند 1 میلیون هکتار زمین میشود. 1 میلیون هکتار که ما وقتی که باغ کردیم برای چندین میلیون دیگر باز جای کار میشود. بله. خوراک خند خوراک ذخیره میشود. با پیشنهاد امیر من در عصبم فکر میگشت. وقتی دایرکت کارخانه سابق امید المراد بود مرا پیشنهاد کردن که بیا معلم اینجا ما میرم بگیریم باغ میتیم زمین میگیریم خود معلمی تربیه‌گری واقعا تربیه کرده میتوانیم. چند هکتار در زمین دارین حاضر؟ اینجا 17 هکتار داریم، 6 هکتارش باغه. 1 اپریل اینجا میشیم تو 1 دکتر. همه را جمع آوری میکنیم، ذخیره میکنیم. تو سال دیگر با حاضر همه مربا و همه بو میرسونن. مولین دختران هم شربت کرده شد مربا ولی چبانده کسلیبا و همه چه کرده شد. در همین سر زمین میکنن. همین سر زمین دم میکنن، جمع میمونن، بعد میدم میبرن بو. استفاده میبرن. چقدر درخت دارین در باغ؟ 1400 درخت هست. همش نهال دست پرورده؟ همش دست پرورده خدمت شنوندیم، همش گرفتگی نوزید، همه میوگی حاضر هست. فقط زردالو گلوش تمام شده. دیگرش بود در حاصل. سوای پیش‌فردا گفتید یا 50-60 پختگی که خدای سیر حاصل نمیشود شروع گرفتگی. ما تا قدر توانستیم جایهایی که به نظر ما معلوم بوده تماشا کردیم و اون جایهایی را که ندیدیم میخواستیم که خود شما ما را به اونجا ببرید. مرحمت. نباشد به باغ میرویم. مرحمت رفتیم. دهی سنگدره در جماعت دهاتی شبنو 84 خوجگی دارد. پیشه باشندگانش باغداری و چارواداری بوده، باغ‌های کلان اینتنسیوی هم در این مکان خیلی زیاد به چشم می رسد. نصرتالله ضیف‌اللهیف باغبان و همصحبت ما مردی نکوکار پیشه آموزگاری را سالیانی زیاد به عهده داشت و بعدی به نفقه برآمدن کسب باغبانی را پیشه خود نمود. حالا دوره پیری میراند. سن مبارکشان به 71 رسیده باشد هم در دامنه این کوه و دشت خیلی سالم بردم به نظر می رسد. خوجگی اجاروی که امروز با او به عهده دارد بهشت روی زمین را می ماند. همین نوک چقدر نوکی همین شیرین سید حوصله که سنتبر موی سنتبر دانی شو شیرین نشود موی سنتبر می پخته میرسد ولی خومه ولی خومه حاصل فراوان دارن حاصلش بسیار حاصل خوب است هر سال هم حاصل خوب میده همین نوک میوه همین سید حاصل خوب است آدم وقتی حاصل فراوانی مهنتی که زحمت‌های کرده ش می‌بیند به فکر راحت می‌تونه او زحمت‌های کردگیش یادش میبره چقدر مونده میشه وقتی تای سیب خطی میگذاری می‌بینی که حاصلش همین غرق حاصلای
همه موندگی میبره اون سیب بسیار گرسنه شکسته نه؟ شکست است دیگه او را چی کرده نمیشه باید. این هم زحمتی 10 ساله را میبینی با جوان میشه که خوب کردم که همین قدر میوه رو تربیت کردم. در جوانی موقع قبل داشتیم کدرو رو تربیت کردیم، بچه ها رو تربیت کردیم. در پیری حاضر وقتی تربیت درخت داریم. هر دی کسب انتخاب نمودن بسیار بهترین کسبانی که به همدیگر علاقمندند. علاقمند بودن لیکن مشکلی های خودشون نداشتن بابا. مشکلی رو داشتن و انا امروز در این میدان با پیش یک درخت و میره میگردیم یا بگه میشه. آموزگاری مشکل تره یا باغبانی؟ آموزگاری به حد مشکله. مشکله که خود دویم با قدر تربیت داری. این خشک شود اگر علوی میشود. میوهش هم میخری. معلمی کسبی پرفتخوره بسیار مشکله لیکن کسبی خوبه. با انسان سر کار. با انسان سر کار داری. ادب میآموزی، ثواب میگیری. معلمی بشر و خود جناب عالی خودش میگه که همه همین تربیت فرزند برای آینده جمعیت هست. هر معلم کسب معلمی را کسی در معلمی کار کرده در باغبانی کار کرده میتونه. از تجربه روزگار زحمت پرورش باغ و تربیت فرزند را برابر می دانند. تربیت فرزند انسان از تربیت درخت فرقی ندارد. یکی میوه عمر زندگی را شیرین می سازد، دیگر کام دل را به بار می آورد. حاصل عمر را میوه بی نقصان به دست آوردن در زندگی کاری سهل و آسان نیست. فرزندا را چگونه تربیت کردن در خود نه تا فرزند کلون کرده سه تا دختر 6 تا پسر همه شاید معلومات همش معلومات دوران در کارخونه کار میکنن. رئیس روباری چند کسیش یک کسی دیگه شدن ایش جانشین دیرکتر و ها بفته تربیت کردن در کارنگ همه باغبانی فرزندا رو ما در اینجا آب بوده است. اینجا رشقه او موندگی های این سبای پیشپردگمون هم میوانه نه متری بسیار همی در اونده. بابا چگونه فرزندان رو گفتیم تربیت کنیم که ای خوردی مهری مهنت کردن مهری آبادگری رو یاد بگیرن. این همه فرزندای کودکی هم جا میوانه نمازها میوانه میجده میبینن اینجا که می اومدن در سری باغ میکنن تماشا میکنن. بسیاری وقتی از خونه را میشیم تو کودکای 3 ساله را گریه کردن یعنی در ماشینا سوار میشن که ما دشت سنگدره میریم گریه کردن یا دیگه نمیروند اینجا برای که سیوخی پیش بابا سیب او زردالو سیب میان میخرن. وقتی که باغ دیدن محنت دیدن میده عادت میکنن و محنت عادت میکنن با ادب میشون. یا بعد کودک در کوچه گشت او سالای شوروی ده بود فرودوی لگر بگفتن لگر محنتی بودن میبردن بچه سنگوی 9 10 11 در همون سر زمین 1 15 خوب میکردن محنت میکردن هموش بهتر بود. بچه ها باید در همون در محنت موفق میشدن. خیلی کلخوزه بودن و بسیارش عذاب بوده راحتش کم بود موده مردمی در چنل ده کم بوده میبردن خیلی خوب میکردن مردم. همونجا باید همین محنت کردن عادت میکردن برای که بچه ها عادت کنن. بله. در شهر چی؟ شهر کودک شهر چی؟ نه کودک شهر وقت بسیار بیکار میمونه. اساس زندگی تربیت کردن هست. نسل نورس هم باغ هم تربیت کنن که نکنی باغ میوه نمیگیره نسل آینده تربیت نداشته باشه روزن میشه و یک کار دیگر میشه به ادب میشه و چارچوبه زندگی بیرون میره برای که اگر حوز استادای حاضره که در مکتبن اصلا پداگوگ پسیکولوژی را خوب خوندگی باشن که بچه امروزه رو در راه برده شود. نسل گذشته نسل حاضر فرق دارد. وقت احترام بود ادب بود. بعد چه مکتبای عالی ده بچه‌ها سخت میخوندن. حاضر دیگه بچه‌های ما چند تا تمام کردن اومده امتحانشو میگیریم. هیچ یک کتابی ادبیات یگون کلاسیک یا یگون توجیکان خوندگی نیست نمیدوننش. با طلبات حاضر جوابگو نیست. کتابا در جای همون
بلند موندگیان هیچ کس در دستش نمیگیره. وقتی که چنین یک باغ سرمیوه و سرحاصل هم میبیند انسان در طبیعت، در حقیقت شکرگزار هم میشوند که در یک تاجیکستان به نهایت زیبا و دارای اینقدر سیب‌های شیرین، میوه‌های فراوان قرار داریم. وقتی با او صحبت کردم گفتم ای کاش یک بار دیگر طفل شوم و در آن همین باغ نویره بابا شوم و چقدر که میتوانم دو تاس کرده سیب جمع بیارم. و فکرم این آرزوی همه آن نفرانی است که به خانه بابا میآیند، باغ بابا را میبینند، با او صحبت میکنند و میخواهند که یک بار دیگر کودک باشند. نصرتالله ضیف‌اللهیف در 17 هکتار زمین اجارویی که به عهده خود دارد، زیاده از 2400 نمود درختان گوناگون میوه دهنده و حاصلخیز را پرورش کرده است که عین حال همه آنها حاصل خوب به بار آوردند. در قطاره‌های بین درختان محصولات‌های گوناگون خواجگی از جمله کرم و پیاز، کارتوشکا و سبزی و دیگر محصولات‌های زراعتی را کشت نمودند. خوراک چاروا، گندم و جو را الکی جمع‌آوری نمودند. اینچنین در این باغ آیله زنبور نیز دارند. پیوند درختایی که ما مثال کردیم، یک 100 تا درخت داریم خیلی پیوند کردیم که ای درختای چی هستند؟ سیبای جنگلی میگن. ای سیبای آوردیم که سیبای اینتنسیوی که نه آورده استن، آوردیم در اینجا پیوند کردیم که همینطوری 100 تا پیوند کردیم. سیب جنگلی را با سیب جنگلی را در سیب اینتنسیوی پیوند کردیم. سیب جنگلی حاصل زیاد دارد، خیلی خورده. خیلی بعد پرتوقت بود، مایده های میوهش ای هم بعد پرتوقت به روی کم اوی بود و توقت در سیب اینتنسیوی را شروع کلون میکنه. همین خیلی پیوند کردیم اینطوری چند تا. ولی طرف تا با خوچم خیلی شنوندگی امروز تمیریم. خوچه با چی پیوند کردیم؟ خوچه آوردیم از جنگل شنوندیم. اما خوچه جنگلی میوریم میشنونیم. این قطار زردالو است. قطار این باغ زردالو مونه که این قطار در اینجا 600 تا زردالو است. 4 قطاره. مسافه اینو باید مسافه هر کدام این 4 متری است. برای مسافه ده شاید باغ زردالو ده 600 تا زردالو است. این زردالو غرق حاصل بود این سال مردم بسیار. انا در اینجا یک دو دانه زردالو میتونه در حقیقت زردی میکنه. این زردالو بسیار زردالو خوبی است که اگر نز شپیش نمیریزه با جوش نمیسته. مثل اولوشبنده به نهایت دانه های خورد داره. در طعم چگونه باشه؟ نه طعمش بسیار شیرین خوشبو با مزه است. طعمش خوشبو. بسیار آدمو هم بیان. بعد ایرا مشکل چیندنش مشکل نمیچینن ایرا. برای همین باقی مونده است که چیندنش مایده که هست آدمو را زور میاد چیندنش. بعدی دروز میمونه. برای همین چند کسایی دانه میبردن که ما ببریم میشنونیم همین میگیریم. عجایب. این نوعش رو باری اول دیدیم در حقیقت. عجایب زردالوی مایده دانه در طعم میگن خیلی شیرین است. هر جایی که ما در این باغ گردش کردیم از زردالوی مقرری خیلی تفاوت زیاد دارد. مثلا این زردالوی کلان است. این زردالوها خیلی خرد هستند و فکرم برای نوشابه تیار کردن به نهایت قلای هستند و برای خشکانیدن هم خیلی قلای می شود. اگر دانه اش رو ببینیم دستانم پر است. نگاه کنید بیننده گرامی، به نهایت دانه خردکک دارد. خیلی عجایب است. دانهش با دانه نخود برابر است. در حقیقت طبیعت که معجزه‌کار معجزه‌های خیلی عجیب دارد. همین خیلی هر یک خطور اسرار خودش دارد بود. هر یک خطور اگر گردی بود و خطور دیگر داریم و اسرار تماما دیگر دارد که برای همین می برایم از هر ما تو بگو باز برگشتن بیاییم تو مگردی میره 10 کیلومتر مسافت 10 کیلومتر است طی میکنه. این هر یک خطور اسرار دیگر دارد. وقتی که هوا تازه از شمال فورا میباشد ماندگی را حس نکردید.
این چگونه درخت است بابا؟ این درخت اکاسیا میگن. وقت ایراسی آوردگی در وقتش ده اینجا بعد از دانه میو گرفتیم، دانه رو آوردیم اینجا شنوندیم که همین درخت هم برخوردار باشه باغیمو. گلش هم چقدر خوشبوه برای زنبور چقدر تنه میکنه در وقتی دو بهارده. اولی بهارده هم گل گرد گل میگیره بسیارتر. شما زنبور هم دارید؟ زنبور هم داریم. در همین خطور زنبور بده من زنبور رو برای همین در خطوری هم آوردمون که نباشه به نزد زنبورتون میره. амаки Нусратулло дар ин минтақа занбурпарвари ҳирфаӣ ҳам ҳаст. امسال 100 کیلو 50-60 کیلو امسال میگیریم. خوب بروش امسال زیاد شد، کمی پرش زنبور کم شد. برای خوجگی خودمون برای زندگی اصل برسد. او زندگی اویلا خوبه برای اصل طبیعی تازه برای نبیره چی استفاده میبریم. چی ولی این یک چیز طبیعی دارد. این زنبور طبیعی طبابتگر. وقتی با زنبور سر کار میگیری هم اعصابت آزاد میشود، تازه میشود و کار دیگر با مشغول میشه که این تربیتی که زنبور داره در یگون اویلا در یگون جمعیت نیست. زنبور چی را بیشتر بد میبینه بابا؟ بوی بده. ما میتونیم یگون قطیش بکشویم؟ مرحمت رو یک شویم نه. خانه زنبور. خانه زنبور. این ادب زنبور را گفتیم در این نه که نه آورده ذخیره کردهش برای آدمی زود چه قدر همه با تربیه هایی که اگو کس بیکار ندارد. کارگری اساسیش در اون کار میکند، ساختمانچی در اون کار میکند، ویش اصل میورد دیگره، پستبان در پیش در دیگره. میگویم ملکه زنبور دارن بابا. آره او ملکه زنبورش. شما شناخته میتونید درباره انواع زنبور؟ ملکه زنبور چه خیلی میشناسید؟ این قدری نه. ولی ملکه زنبور در همین جهو هایی. چی فرقیت داره در بین او درازتر هایی. زنبوری ملکه زنبور به هر زنبوری همین باشه؟ نه او ولی میگویم همون ملکه زنبور به حد او همون مادری همون به حد احترامی همون اویلا با همون به حد بهترینه که هم کسی بینه مادر زنبور رو حواش میبرد. اینو سپیدوشون بچه های همون موندگی هم ملکه زنبور هایی. همین یک قطعه در مدت اینه میبینیم که یک طرف داردن لکه تیاره. چند ماه پر میکنند؟ این همین 15 ماه تا آخر این موره این بچه ها میبروین همین را اصل میزنه پر میکنه. این همین خیلی پر کرده پایون میرون که 3-4 کیلو اصل میتیارم کش. چخیل به نوبت کار میکنن کارشون به نوبت. در یک قطار بیننده های گرامی در یک قطار با نوبت به مانع شدن به کار همدیگر. هیچ کس به کار همدیگر مانع نمیشوند. هر کس همون کاری خشم میکنند. برای همین سردار دولت هم مردم هم میگه که های سردار شیر در اومده که کار فرمیدی ادب میگیری. صاحبش هم میشناسه؟ صاحبش هم دویم کار کنه میشناسه و این صاحب دیگه یکون صاحبش نه میشناسه دیگه بودم بیا ایتالی داره بکشویا یک هم میخیزن پیش میکنن که ندارو در اینجا. اصلا توزه همون در یک کاغذ که هم بنویشیش اصلا توزه نبوشه رنگ میزنه میره ولی روشکای همین رنگ این بودی. یه اصلا توزه در دبولوش می نویسیم می نویسه میره و طرف تید نمیشه. همه اصلا اعلا کدوم های بابا؟ امی خوالینگ غیر نوجو اصلا اعلا میکنن. نمی خوال زوره اینجا بسیار رفته اینجا اصلا خوالینگ رو باید همون ناوی 86 گذاشتم که عربستان بسیار بودن اینجا. عربستان قیمت هست. همین مادر زنبور یک در یک قطعه میشود یا در هر یک رنگ؟ یک تمیشه نه یک تمیشه. اگر میافتیمش به حد کار خوب میشه و بیننده هم نشان میدادیم که حکمران این قطعه کدام است. من هم آرزوی دیدن همون مادر زنبور را دارم که با چنین یک جسم خورده که داشتن هم هزاران زنبور. یک رنگ کده 3000 زنبور
ده رمکه باشه تو به یک 30,000 خودش میدرارد. همه امور تربیت میکنه همه قطعی بله. کار میکنه. یک زنبور برای یک روز سیاحت کرده گشته اومدنش چقدر مسافه رو طی میکرده تو 5 باشه؟ کیلومتر میره اگر طریق مسافهش اگر خروکت کم باشه تا 3 تا 5 کیلومتر میره. و بیگانی گشته میبیوید. بیگون تا 5 کیلومتر میره و میگرده. چقدر مهنت سنگین داره. چی قدر این زنبور چی زحمتکشی خوبه برای انسان و ادب خوب داره. همین باشه. انا یفتشونه خواجه. بیننده های گرامی در حقیقت من مادر زنبور یافتم. برای که تفاوتی بین این مادر زنبور در بین زنبورهای دیگه خیلی کلان است. به نهایت کلان است، دراز است. مثل که یک چشم دارد. گویا که در پشتش یک چشم کلان دارد. من اگر کم نوارگیر به نوارگیره خوب به نوار بگیرد اگر انا مادر زنبور در بین بچه هایش میگردد. نه حاضر من به شما نشان میدهم. در یک لحظه او رو گم کردن ممکن از من. انا همین مادر زنبور است. رنگش سرختر و نسبت دیگر زنبوری کوری درازتر است. بله. در جای کشاد برآمد مادر زنبوری که 1 ساعت ما همراه بابا او رو جستجو میکردیم. انا همین مادر زنبور است. همه خوشبختی دولت که باشه خوشبختی ما است. دیگذار که امسال سال سرحاصل باشد، سال فراوان هم برای زنبوران هم برای باغتان باشد رحمت و ثمره عمرتان را بدید. شما رحمت زنده باشد. تمام تابستان رو بابای نصرتالله در سنگدره در همین باغ می‌گذراند. بانوان خانه از میوه‌های شهدبار و سبزوات‌های گوناگونی که از زحمت دستان خود آنهاست، خورش‌های مربا، نوشابه و دیگر ذخیره‌ها را برای زمستان جمع آوری می‌نمودند که ما شاهدی تیار نمودن آنها گشتیم. قطارکوه‌های ده دشتکا موضع تماشابا بوده در بلندی 1500 کیلومتر از سطح بر قرار دارد. این مکانی باشکوه زمین‌های حاصلخیز داشته در بالای کانی زر در مسافه بیش از 300 هکتار دامن گسترده است. آن در یک گوشه زیبا بالاتر از ده شکناو بین سفید دره و تلبر در دامنه کوه حضرت شاه عبدال واقع گردیده است که اسرار نهان دارد. زمین و جای این مکان را باشندگانش موضع مقدس می دانند، زیرا تاریخ خیلی قدیمه دارد. تصویرهای بالای سنگ، رسم آهوان و بزهای کوهی، شکارچیان سوار اسب با کمانغولک در دامنه انا همین کوه حضرت شاه یافت شدند که قیمت بزرگ علمی دارند. زمین‌های این مکان از قدیم همچون زمین‌های سرحاصل به شمار رفته. مردم دهه‌های اطراف در این زمین‌ها زراعتکاری و آبچکاری کرده، غله، جو، نسک، زغیر و دیگر زراعت‌های للمی و آبی را کاریده حاصل بلند به دست می آوردند. از بس که بلندکوه است، زمستان خیلی بر وقت می آید. برای همین در پناهگاه ها غله را درویده غرم می کردند، بعد به قدر لازمه در زمستان آن را کوفته می گرفتند. عین زمان این مکان مقدس خاک سیاه و خیلی حاصلخیز دارد که مردم زحمت پیشه کشت کارتوشکا، جو و دیگر محصولات های لازمه را می کارند. زمین ها توسط آب چشمه های کوهستان با نظام آبیاری قطرگی آبیاری می شوند. این روند کار دهقانان باعث تحسین است. موضعی که ما قرار داریم جماعت دهاتی شگنو، دهه سفید دره و
қаторкӯҳҳои даштако ба ҳисоб меравад, ки дар ин ҷо мардуми ин деҳ мана ҳамин хел дар ҷои замини каҳдарав, ки аслан барои чорвои худ ҷамъ меоварданд, ана ҳамин хел як замини калонро картошка кориданд, ки ба тарзи обдиҳӣ қатрагӣ обёрӣ карда мешавад ва кӯшиш доранд, ки дар оянда ин заминҳоро васеъ гардонанд. Дар баландии 2500 метр картошка кориданд ва бинед, ки чӣ гуна нашъунамои картошка дар ин ҷо хуб аст ва дар оянда кӯшиш доранд, ки ин заминҳоро васеъ гардонанд ва боғҳои зиёд ҳам бунёд намоянд. танҳо камбудии аввалине, ки дар ин ҷо ба ин деҳқонон даст намедиҳад, ин расидани техника аст ва албатта дар ин домана кӯҳ бо даст кор кардан осон нест, вале як табиати зебо ва хеле дилнишин дорад. дӯстони гиромӣ, инсон агар тавонад, кӯҳро талқон мекунад ва мо ба онҳо офарин мегӯем. мо як фикр ақидае доштем, ки ҳаминҷара як картошка кунем, як зироат кунем, ки ҳаминҷа овод шава. ҳамин замини ҳичи буд, замини каҳдрав буд. Каҳ медравидем, ҳаминҷа 600 метр ҷо об овардем, як ҷогаш бо як 300 метр дига об овардем. баъд ҳаминҷара ҳозир дар ҳамин 50-60 сотиқе ки мо дастӣ меҳнат кардем, чӣ қадар картошка шинондем? 1 тонн картошка шинондем апа. дар оянда чӣ нақшаҳо дорем? дар оянда нақшаҳое дорем, мо васеътарш кунем, калонтарш кунем. об мерасад бар? об системаи оби қатрагӣ қатъи мо мехоҳем, ки амиро об битем. зимистон барвақт меояд, ҷа моҳои октябр зимистон мешавад. инҷа ду ҳосил гирифта намешавад. дар оянда нақша дорем, ки ин заминҳои кишро зиёд карда ва заминҳои боғҳои мевандиҳандара зиёдтар гардонем. боғи сарсабзи дигар, ки дар деғи Шубнов дар як пора кӯҳи суфра монанд диққати моро ҷалб намуд. кас ба офариниши табиат ва дасти заковати инсон дар тааҷҷуб мемонад. то ба болои ин суфра расидан зинапояи оҳанин сохтанд. ин пораи кӯҳро боғи зебое бунёд карданд, ки пур аз дарахтони мева, зардолӯю гелос, шафтолӯю себ, гулу райҳон буд. қатораҳои байни дарахтонро бошад бо як маҳорати баланди кишоварзӣ сабзавотҳои гуногун парвариданд. дар ҷамоати деҳоти Шугнов, деҳаи Шугнов, мардуми таҳҷоҳии ҳамин ҷо, мардуме ки бисёр меҳнат карданро дӯст медоранд, дар ана ҳамин гуна баландиҳо заминҳои хоҷагӣ ёрирасон доранд ва онҳоро табдили як боғҳои зебо карданд, ки ҳозир бар тамошои онҳо меравем ва манзараҳои зебои ин ҷоро мебинем. ва дар ҳақиқат бо ин зинапояи баланде, ки бениҳоят хатарнок ҳам гӯя мешавад, то ин боғи зеборо ба шумо нишон диҳем. бинандаҳои гиромӣ, дар навор чӣ хеле ки мебинед дар ҳамон баландии кӯҳҳои даштако вақте ки мо қарор доштем, мо ин боғчаро мисли як
چی گویم مثل یک سرفچه یافتیم بسیار زیبا و سبز مینمود در بین انا همین سنگاوی کلان جماعت دهات شبنو و این دهه که دهه شبنو نام دارد نگاه کنید که در حقیقت این باغ یک بهشت رو میموند. احسان میگویم به مردم مهنتکش زحمتکش این دیار که توانستند چنین یک باغ‌های زیبا رو در چنین یک بلندی ها و ثمر بیارند و کارکردی بین انا همین درخت‌ها نیز به نهایت خوب به راه مانده شده است. کشت کارتوشکا رو بینید که چگونه خوب به حاصل می‌دراید. علاقه سرگل است و در نظر است که روزهای نزدیک علاقه به جمع‌آوری کارتوشکا سر میکنند و باوری داریم که حاصل خوب هم به دست میارند. درختان زردورو پر از میوه، درختان گیلاس و امید است که در آینده این باغ شهدبار کامی مرد دهقان را که در اینجا مهنت میکند زحمت میکشد شهدبار میگرداند. بیایید بهترش من شما را به تماشای این باغ میبرم و احسان میخوانم به مرد باغبان این دیار که در دل سنگ باور کنید در دل سنگ باغ بنیاد میکنند مهنت میکنند زحمت میکشند. در انا همین 5-6 سوتیخی که با عهده دارند نگاه کنید که بیننده گرامی کشتی سبزی، کرم، قلنفوری بلغاری، قلنفوری تیزک با گفته زنجبیل، بادرینگی سری وقتی که علاقه در همین بلندی ها نگاه کنید که حاصل خوب هم داده است. بادرینگ، پامیدور که عینی حال رسیده است و در عین سرخشوی قرار دارد و بعداً باز کشتی کرم جای دارد. همه این محصولات فراگیر مهنت و زحمت شبانه روزی مرد دهقان است، ولی افسوس هر قدر کوشش کردیم که او با ما در صحبت باشد، مرد کوهستانی که هست با ما نخواست در صحبت باشد و با یک کلمه جوابی ما را داد که آنچه که حیان است حاجت به بیان نیست و ما با کاری او احسن گفتیم. در حقیقت آن چیزی را که در اینجا ما با چشم سر دیدیم دیگر حاجت به شهر دادن نبود. صبح باصفا با شام دلنشین این مکانها همتا ندارد. منظره های دلربا و دلپذیر کوه‌های سربفلک مثل قصر و کشک‌های افسانوی اند. هر یک کوه شخ و قله را گویا استاهای گلدست و چیردست بنیاد نمودند. چنین مکانی زیبا در یگان گوشه عالم نیست. بدلیل دل به ترانه‌خوانی آغاز می‌کند. در این گوشه دیار نیست ادبیات دهانی خلقی در بین مردم گذشته و امروزه دردانه‌های بی‌مثال دارند. زیاد است. دو بیتی و ربایی وابسته به منظره‌های زیبای کوهستان شغنو و دهه‌های قدیمه این چنین محبت یار و دیار ترنم نمودند که با یک شیوه شیرین مردم این دیار از گذشته تا به امروز آمده رسیدند. نظاره به شوک ناب شکناو کردم، یاد زی بهاری دره ساو کردم. در کندن کوه شوک فرهاد خساد، یاد زی رخی گلی سفیداو کردم. قداوه خاولینگ پسش وخیا ای یارکی رفته را پناهش به خدا. پناهش به خدا نکرد نگاه سنی ما، او باشه مست بود پرید سوی هوا. جانانه را جاش کلاد باشه میرم، سوغات لبش نباد باشه میرم. سوغات لبش نباد باشه حیفه 100 سال دیگر حیات باشه میرم. بله، کس نمیتواند ترنم یار و دیار نازنین را نکند، ولی در یک سفر آفرینش این گوشه دیار زیبا را به شما بیننده گرامی بیان سازد.
اسرار این مکان افسانوی خیلی زیاد است. از مکان حضرت شاه، دشتکا، ده سیافرگ و خواجه سبزپوش، دره سو، اولیای زلالک، صف دره، سنگ دره، دشت رباط و کلالان دیگر دهه های قدیمه این دیار کس دلکندنی ندارد. یک چیز را باید اعتراف نمود که این مکان قدمجوی عارفان و دانشمندان ملت کهن بنیاد تاجیک بوده، گوشه از تاجیکستان صاحب استقلال است. کس دلکنی از این گوشه دیار را ندارد، ولی نصیبه آبادان همین است. به همه آن نفرانی که در این سفر ما را همراهی نمودند جهانی سپاس. وطنم مایه‌ای فخری من و توست، وطنم پاره‌ای جسم و جان است. وطنم مایه‌ای فخری من و توست، وطنم پاره‌ای جسم و جان است. هر کی باشد و دلش مهری وطن، میتوان گفت غرای انسان است. ندیهم یک کفی خاکت با کسی، وطنا مهری تو از ایمان است. وطنا مهری تو از ایمان است. ندیهم یک کفی خاکت با کسی، وطنا مهری تو از ایمان است. وطنا مهری تو از ایمان است. وطنم مایه‌ای فخری من و توست. از خاکی تو من خار و خسم، اشک در دیده و سوزد نفسم. دور از خاکی تو من خار و خسم، اشک در دیده و سوزد نفسم. توی شأن و شرف و هستی من، به تو من هیچ کسم، هیچ کسم. به تو من هیچ کسم، هیچ کسم. زمین و به هوای تو قسم، به نشان و به لیوای تو قسم، به زبان و به بزرگانی وطن، به سرود و به نوای تو قسم، به سرود و به نوای تو قسم. ندیهم یک کفی خاکت با کسی، وطنا مهری تو از ایمان است. وطنا مهری تو از ایمان است. ندیهم یک کفی خاکت با کسی، وطنا مهری تو از ایمان است. وطنا مهری تو از ایمان است.
ватанам мояи фахри ману ту.